تازه‌ترین تحولات تاجیکستان و جهان را از استودیوی مرکزی رادیو آزادی از پراگ من شعله گلخوجه تقدیم میکنم. سلام. امروز در این موضوع صحبت میکنیم. شرکت هوایی سامان ایر ظاهراً تقاضاهای جانبی ازبک را اجرا کرد، ولی امروز هم پرواز در خط سیر دوشنبه تاشکند دایر نشد. آلمان باز یک گروه پناهجویان افغان را که عریضه‌شان رد شده است به وطنشان برگرداند. و همچنان سیر خواهیم داشت به آزمون قروتاب که در آن کدبانه‌های محل‌های مختلف شهر قرغان تپه در تهیه این طعام بالذات مردمی مسابقه دارند. ما بیشتر ایرا میگیم که ما تاجیک خیلون که قروتاب یعنی یک اوقات وقتی گرم است. امروز نیز مسافران از فرودگاه بین‌المللی دوشنبه نتوانستند به سمت تاشکند پرواز کنند. قبلا مرکز اطلاعاتی شرکت سامان ایر گفته بود که پرواز منتظم و رسمی هواپیمای این شرکت باید بعد نصف روزی 23 فوریه صورت گیرد و در این زمینه آنها به فرودگاه تاشکند درخواست پیشنهاد کرده بودند. مردان محمد چونوچرای این موضوع را به بررسی گرفت. پرواز هواپیمای شرکت هوایی سامان ایر از شهر دوشنبه به تاشکند که قرار بود ظهر امروز صورت بگیرد با دلیل‌های نامعلوم انجام نشد. مسئولان شرکت سامان ایر از شرح سبب‌های به تأخیر افتادن پرواز خودداری کردند. مسئولان فرودگاه بین‌المللی دوشنبه صبح امروز گفته بودند که پرواز در خط سیر دوشنبه تاشکند امروز انجام می شود و در این زمینه شرکت سامان ایر به فرودگاه درخواست پیشنهاد کرده است. اما با طور نامعلوم ثبت نام مسافران قطع و این پرواز که در آن گفته می شود 17 نفر بلیط خریده بودند انجام نشد. مقامات وزارت نقلیات تاجیکستان، شرکت‌های سامان ایر تاجیکستان و هوایی یولری ازبکستان از شرح انجام نشدن این پرواز خودداری کردند. قرار بود نخستین پرواز منتظم از دوشنبه به تاشکند توسط هواپیماهای سامان ایر روز 20 فوریه و بعد 25 سال تنفس صورت می گرفت. مسئولان شرکت سامان ایر گفته بودند که آنها اجازه پرواز را داشتند، ولی فرودگاه شهر دوشنبه به آنها گفته است به قبول هواپیما آماده نیست. اما مقامات ازبکستان گفتند که پرواز به دلیل سری وقت تهیه نشدن اسناد ضروری از طرف شرکت سامان ایر تاجیکستان به تأخیر افتاده است. در دفتر مطبوعات شرکتی ازبکستان هوایی یولری روز 21 فوریه به رادیو آزادی گفتند قرار بود اسناد رسمی درباره پروازها از دوشنبه به تاشکند چند روز پیش از پرواز ارسال گردد، کاری که به ادعای آنها در وقتش انجام نشده است. جانب ازبکستان گفته است درخواست از جانب سامان ایر برای انجام پرواز چارتری پیشنهاد شده بود، نه منتظم. در پی این اختلاف نظر میان مسئولان شرکت‌های هواپیمایی تاجیکستان و ازبکستان، علیشیر رستموف مدیر تجارتی شرکت سامان ایر با عیب تأخیر در ارسال بسته سندها به جانب ازبکستان از مقامش برکنار شد. مسئولان شرکت سامان ایر همچنین برای پیش آمدن چنین وضع از مسافران و همکارانشان در ازبکستان عذرخواهی کرده مبلغ چپته مسافران را بازپس داده بودند. حالا معلوم نیست که پرواز نوبتی تا بکی به تأخیر افتاده و در چه شرایطی دوباره از سر گرفته می شود. مردان محمد، شادمان یتیم، آزادی، دوشنبه. در حالی که تاجیکستان و ازبکستان میان هم در مورد براه ماندن پروازها و ساده کردن روادید به موافقت نمی رسند، اتحادیه اروپا برای آسان کردن روایی ساکنان گرجستان شرایط فراهم می آورد. روز چهارشنبه سفیران کشورهای عضو اتحادیه اروپا رژیم رفت آمد بدون روادید شهروندان گرجستان به منطقه شنگن را تصویب کردند. تخمین می شود که تا آخر ماه مارس 28 کشور عضو این اتحاد سندهای ضروری را تصدیق کرده امکان می دهند که شهروندان گرجستان به منطقه 28 کشور عضو پیمان شنگن آزادانه رواع کنند. همین گونه اقدام ها در مورد اوکراین هم مد نظر است. دیپلمات‌های اروپایی پیش بینی می‌کنند که تا ماه ایون رفت آمد شهروندان اوکراین هم آزاد می‌شود. در این بین کشورهای اروپایی به روند اخراج مهاجران و پناهجویان رد شده توصیه بخشیدند. دیروز گروهی از پناهندگان رد شده افغان خاک آلمان را ترک کرد. همکارم ساجده میرزا تفصیلات بیشتر دارد. شام چهارشنبه 22 فوریه هواپیمای حامل 50 مسافر که حداقل 18 نفر آنها افغان‌ها بودند از فرودگاه میونخن به کابل پرواز کرد. این سیومین هواپیمایی بود که پناهندگان رد شده را به وطنهایشان برگرداند.
سال 2016 آلمان 80,000 درخواست پناهندگی را رد کرد و تصمیم دارد که سال روان تعدادی بیشتر را خارج کند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل باور دارد که با این را رأی آوازدهندگان محافظه‌کار را در انتخابات پارلمانی ماه سپتامبر به دست می‌آورد. در طول 18 ماه اخیر آلمان درهایش را بر روی بیش از 1 میلیون مهاجر اساساً از کشورهای جنگ زده سوریه، عراق و افغانستان باز کرد. شارحان بر این نظرند که این اقدام باعث ناراحتی در داخل ائتلاف حاکم آلمان شد و پیشوایان حزب دموکرات‌های نصرانی طلب کردند که پناهجویان رد شده از حساب خارجی‌های مسئول در جنایت‌ها از آلمان بیرون کرده شوند. در فرودگاه آلمان تخمیناً 250 نفر گردهمایی اعتراضی تشکیل کردند و بر ضد اخراج افغان‌ها شعار دادند. رهبر شورای پناهندگان ولایت باوریای آلمان نادینا کریل گفت که در افغانستان امنیت نیست و بازگشته‌ها با تهدید روبرو می‌شوند. آلمان معمولاً افغان‌هایی را که عریضه پناهندگیشان رد می‌شد با اشاره بعد از این کشور از قلمروش خارج نمی‌کرد. اما سال گذشته حکومت آلمان که در قطار دیگر کشورهای پیمان ناتو در افغانستان حضور نظامی دارد گفت که امنیت پناهجویان رد شده افغان را بر عهده می‌گیرد و آنها را به وطنشان برمیگرداند. در مسکو دادگاه عالی روسیه رهایی فعال سیاسی مخالفین الدار دادین را تقاضا کرد. دادین بعد اشتراکش در اعتراضهای بدون اجازت از آزادی محروم شده بود. او جریان محاکمه را توسط شبکه اینترنت تماشا می‌کرد و دادین اولین شخصی است که بعد قبول قانون منع گردهمایی‌های بدون اجازت در روسیه محکوم شده است. بدون شبهه این پیروزی است که او را از زندان رها کردند. ما در مرحله‌های پیشین دادگاه زاماتسکواریتسکی این را پیشنهاد کرده بودیم. درخواست کردیم که پرونده الدار را بازبینی کنند. ولی تقاضای ما در گذشته رد شد. بعداً اپلاسیون را نیز رد کردند. آنها پس از قرار دادگاه کنستیتوسیونی موقع ما را پذیرفتند. حکم دادگاه زمان صادر شد که دادین از دومین سال حکم 2 سالش را در زندان سپری کرده است. او ناظران محبس را با اذیت و بدرفتاری متهم نموده است. در این مدت دادین را چند دفعه از زندان به زندان دیگر کوچانیدند. برنامه را ادامه میدیم. یورگیتا авгул دختری از لیتوا سالهاست پدرش را میجوید که شهروند توجیکستان بوده است. یورگیتا میگوید فرزند یک سرباز توجیک است که در صف ارتش شوروی در شهر پالانگا در مرکز آموزشی موشک‌اندازی کلایپت خدمت کرده است. یورگیتا تاکنون برای پیدا کردن پدرش به ده‌ها جواب آدمان مراجعت کرده است ولی تاکنون جواب قانع کننده ندارد. طوری سفر با یورگیتا صحبت کرد و اول از او درباره پدرش پرسید. Я ищу отца, как бы попросить вас помочь найти отца. من پدرم را میجویم و از شما خواهش میکنم به من کمک کنید پدرم را که در تاجیکستان است پیدا کنم. نسب او کریموف است. من نامش را نمیدانم، فقط همین را میدانم که رفیقانش در لیتوا او را ایدیک نام میبردند. سال تولد او شاید 1952 باشد. سالهای 1972 تا سال 1974 در ارتش خدمت میکرد. چون نمیدونستم به کجا مراجعت کنم و از بعضی آدمان پرسیدم، آنها شما را به من توصیه دادند. авгита با شما مادرتون بیشتر درباره پدرتون نقل کرده است و او چی میگفت؟ Она рассказывала не очень много, ну, что они красиво дружили, что я ее спрашивала, что имеет ли она фотографию его. چیزی بسیاری نگفته است، فقط همین که دوستان خوب بودند. از او پرسیده بودم که عکس‌های پدرم را دارد، گفت که ندارم. یک عکس خرد او را داشته است ولی به سبب‌های عائلوی پدراندرم گرفته است و نخواست است که آن عکس در خانه ما باشد. من میگفتم که افسوس چرا نیست، من بسیار میخواستم پدرم را ببینم که چگونه است، ولی مادرم میگفت که یک بار به آینه بنگر، چشمانش بزرگتر، مژگان‌هایش درازتر و او را میشناسی. مادرم همچنین میگفت که میخواستند با پدرم ازدواج کنند، یک جا زندگی کنند، ولی درباره جای زندگی به موافقه نرسیدند. یعنی پدراندرتون شما را بزرگ کرد و تا 10 سالگیتون به شما چیزی نگفته بودند؟ بله، طوری گفتم تا 10 سالگی. از این پیش هم میفهمیدم و برایم عجیب بود که چرا من موی سیاه دارم ولی در خانه ما کسی مثل من نیست.
در کودکستان هم گپ‌های ناسزا میگفتند و من گریه میکردم. برای همین سوال پیدا شد و من از مادرم پرسیدم که چرا این گونه است و مادرم به من نقل کرد. И она мне рассказала, что так есть. Я даже могу свое фото показать вот такое. میتوانم عکس خوردیم را نشان دهم. این گونه خرد بودم و بسیار جدی بودم. این مصاحبه را در شکل کامل در سایت آزادی و صفحه ما در شبکه اجتماعی یوتیوب تماشا کنید و اگر شخصی را شناسید که نشانه های پدر یورگیتا افگول را دارد و با ما و یا با او مستقیما در تماس شوید. حکومت شهر قرغنتپه در جنوب تاجیکستان به خاطر از میان نرفتن هنر طعام ملی قروتاب تلاش دارد که با برگزاری آزمون این غذای قدیمی تاجیکی را حفظ کند. قروتاب از نان و سبزیجات تهیه می شود و بیشتر در کوهستان معمول است. همکاران ما در گزارششان درباره ویژگی های این طعام تیزتیار و اما سرغذا معلومات میدهند. این آشخانه واقع در شهر قرغنتپه امروز جای رقابت است. زنان 30 محله شهر دوام یک ماه در یک هفته و یک بار اینجا جمع آمدند و در دایره یک آزمون شهری مهارتی آماده کردن قروتاب را نمایش می‌دادند. سلیمه یک نوع غیر معمولی این طعام را تهیه می‌کند و آن را قروتاب جیگری نامیده است. به حیرت آوردن مشتری به قول او باید یک جزء مهم استعدادی کدبانو باشد. در آزمون همین اصول را استفاده می‌کند. شما جیگر هم دارید. برای چی جیگر می‌کنید؟ بامزه میشود. لذتش بسیار بامزه میشود. خدیجه اسماعیلوی 69 ساله ساکن محله غیرت برعکس تهیه قروتاب را با شیوه قدیم میپسندد. میگوید اصول قدیمی و ترکیب قروتاب نباید عوض شود، یعنی محلول قروت، فطیر، روغن باشد و خلاص و بالایش پیاز ریزه. قروتاب همین اوقات وقات قدیم است که در مردکارها در بچه‌هایی که تجارت میرفتن کار میکنن. ما بیشتر ایرا میگیم که ما تاجیک خونم که قروتاب یعنی یک اوقات وقات گرم است. خانم اسماعیلووا بر این است که پختن قروتاب با اصول قدیم سنت است و باید در آن تنها فطیر استفاده شود که با مسکه و یا روغن شیر گاو آماده شده است. وادی قروتابای گوشتی نو برومد. در وقت‌های قدیمه همین قروتابی و قروت بود. چون این باورهای میان تاجیکان کوهستان معمول است که در فصلهای علاهیده یا عید غذای مخصوص باید بخورند. مثلا در زمستان و در عرفه بهار برای نگه داشتن نسل حیوان از خوردن گوشت پرهیز می‌کردند. به اعتقاد آنها این زمانی رعایت حقوق حیوان بوده است. ظرفی قروتاب خوری میانی هواداران این نوع طعام مهم دانسته می شود چون طعم واقعی طعام را نگه می داشته است. کدبانها قروتاب را برای مهمان تنها در طبق چوبین و اکثرا چهارمغزی می آرند. آرایشی دسترخوانی که در آن طبق قروتاب را می‌گذارند یکی از طلبات مهم آزمون قروتاب دانسته می‌شد. آرایش هم داوران را به حیرت می‌آورد. معمولاً قروتاب را در تاجیکستان زنها آماده می‌کنند. برای سعید جان ساکن محله بهار قرغنتپه با دست خود آماده کردن این طعام لذتی دیگر دارد. سعید جان در آزمون جای سوم و 1000 سامانی جایزه گرفت. دستوری رئیس شهر تمامی رئیس‌های محله امروز جنبستی بهترین قروتاب را پیشنهاد کرده استودند. هدف در آن است که باید طعام‌های ملی تاجیکی را باید ما با جوانان با امروزه جوانان با طرز درست آموزانیم. همین طور قروتاب محله وحدت 2 شهر قرغنتپه را داوران سزاوار جای اول دانستند. محله نوآباد را مقام دوم دادند. برای جای اول 2000 و برای جای دوم 1500 سامانی. با وجود اعلان غالبان مهمانان نمیخواستند آزمون را ترک گویند چون که دل کندن از این دسترخوان و هم قروتاب آسان نبود.
با این گزارش برنامه امروز را پایان میبریم. اخبار بیشتر و ویدیوهای دیدنی را در وبسایت آزادی.org و صفحه‌های ویژه ما در یوتیوب و شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. ضمناً تمام مردم تاجیکستان به ویژه مردان تاجیک را با روز تاسیسیابی ارتش ملی تاجیکستان تبریک میگویم و در این رابطه نیز شما میتونید مطلب گزارش را از سامانه ما پیدا کنید. باقی تشکر برای همراهی و خدا نگهداری هر یک شما.